سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با پایتخت های کشورهای آسیایی صحبت کنیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. پایتخت امارات دبی، پایتخت اردن عمان، پایتخت ترکیه آنکارا، پایتخت ترکمنستان اشخاباد، پایتخت قزاقستان نورسلطان، پایتخت عراق بغداد، پایتخت آذربایجان باکو، پایتخت برونی بندر سلیگاوانا، پایتخت تایلند بانکوک، پایتخت چین پکن، پایتخت لبنان بیروت، پایتخت قرقیزستان بیشکک، پایتخت سریلانکا کلمبو، پایتخت سوریه دمشق، پایتخت بنگلادش داکا، پایتخت تیمور شرقی دیلی، پایتخت قطر دوحه، پایتخت تاجیکستان دوشنبه، پایتخت ویتنام هانوی، پایتخت پاکستان اسلام آباد، پایتخت اندونزی جاکارتا، پایتخت اسرائیل اورشلیم، پایتخت افغانستان کابل، پایتخت نپال کاتماندو، پایتخت مالزی کوالالامپور، پایتخت کویت، پایتخت تبت لهاسا، پایتخت مالدیو ماله، پایتخت بحر منامه، پایتخت فیلیپین مانیل، پایتخت عمان مسقط، پایتخت میانمار ناپیدو، پایتخت هند دهلی نو، پایتخت کامبوج پنومپن، پایتخت کره شمالی پیونگیانگ، پایتخت عربستان ریاض، پایتخت یمن صنعا، پایتخت کره جنوبی سئول، پایتخت سنگاپور پایتخت تایوان تایپه، پایتخت ازبکستان تاشکند، پایتخت کردستان تفلیس، پایتخت ایران تهران، پایتخت بوتان تیمفو، پایتخت ژاپن توکیو، پایتخت مغولستان اولانباتور، پایتخت لاوس وینتیان، پایتخت ارمنستان ایروان. دوستان مرسی اینجا همراه بودید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.